قضیه میراث یکی از مسائل مهمی است که در قرآن کریم ذکر شده و یک بخش بزرگی از علم شریعت به این موضوع اختصاص داده شده. قضیه تقسیم مواریث و قضیه حقوقی که بعد از اینکه کسی فوت بکنه فرزندانش، خانوادهش و خویشانش مستفید میشن. نخست مشکل رو من بیان بکنم. در بعضی از جوامع، در بعضی از کشورها، مثلا در تاجیکستان، به دختران حق میراث نمیدن. میراث پدر و مادر رو همون فرزند کوچیکش، اگر یک فرزند پسر داشته باشه که اون میگیره، اگر چند تا فرزند پسر داشته باشه کوچکترین فرزندش که حالا پدر و مادر تا آخرین لحظه در خانه او زندگی کردن، اون صاحب میشه و میگه این حق من است. و متاسفانه حتی این مشکل رو من در بین کسانی که متخرجین دانشگاه اسلامی مدینه منوره بودن مشاهده کردم که همین عرف و عادت زشت و خلاف قرآن و سنت رو انجام میدند. اولا باید بگم که وقتی یک عالمی، وقتی یک دعوتگری یک عمل زشتی رو انجام میده، دلیل مشروع بودن و شرعی بودن این کار نیست. ثانیاً میراث حق همه فرزندان است. هیچ کسی حق نداره که در زمان زندگی خودش یا وصیت بکنه بعد از مرگ خودش که میراثش یا قسمتی از میراثش رو به یکی از فرزندانش بده، یکی رو محروم بکنه و یکی بیشتر یکی کمتر بده، بلکه طبق آنچه که در قرآن و سنت بیان شده باید بین فرزندان تقسیم بشه و بین اقارب کسی که فوت میکنه. جالب اینجاست که تنها موضوعی که در قرآن کریم خیلی مفصل و دقیق بیان شده، یعنی به شکل مبهم نمانده، حتی حقوقی که بیان میشه، کسانی که میراث به اونها میرسه رو به شکل مفصل و دقیق در خود قرآن بیان کرده. مثلا در سوره نساء آیه 11، سوره نساء آیه 11 الله سبحانه و تعالی میفرماید که یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، و در ادامه بیان میکنه که فإن کن نساء فوق اثنتین فلهن ثلث ما ترک. اگر دو تا زن باشه و دقیق بیان میکنه که کی چقدر حق میگیره. چون وقت برنامه کم است من به تفصیل نمیخوام این آیات رو بیان بکنم. دوستان، کسانی که میخوان، هر کس امروز از اینترنت میتونه خیلی راحت ترجمه و تفسیر قرآن رو پیدا بکنه. آیه 11 سوره نساء در مورد میراث فرزندان و میراثی است که برای پدر و مادر میمانه. این رو الله سبحانه و تعالی به شکل مفصل بیان میکنه. میراثی که زن و شوهر از هم دیگه میگیرن، این رو در سوره نساء آیه 12 الله سبحانه و تعالی بیان میکنه. ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد، الی آخری، که در اینجا هم به شکل مفصل اگر که فرزند داشت، اگر فرزند نداشت چقدر میگیره، فرزند داشت چقدر میگیرن، همه اینا رو مفصل در آیه 12 سوره نساء، آیه بعد از آیه‌ای که در مورد پدر و مادر و فرزندان هست، بیان میکنه. در ادامه آیه 12 در مورد کلاله صحبت میکنه. کلاله چی است؟ کسی که فرزندی از او نمانده باشه و پدرش هم نباشه. الله سبحانه و تعالی حتی این مورد رو هم در ادامه همین آیه 12 و ان کان رجل یورث کلاله او امرأة وله اخ او اخت، اینجا مفصل این رو بیان میکنه که این میراث چگونه تقسیم میشه در آیه 12. در آیه 176 سوره نساء، در اینجا هم الله سبحانه و تعالی
در مورد همین کلاله صحبت میکنه. یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلاله. اینجا مفصل در این مورد الله سبحانه و تعالی بیان میکنه. پس مبدأ اصل و اساس این است که الله سبحانه و تعالی در سوره نساء آیات 11 و 12 همین موارد رو مفصل بیان میکنه. وللرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون الی آخره. پس این یک حد و حدود و حقوقی است که الله سبحانه و تعالی در قضیه میراث برای ما بیان کرده و این حق است. ببینید، حق فرزندان است، حق خویشاوندان است، حق خواهر و برادر است که این حقشان بدون کمی و کاستی به آنها پرداخته بشه. به اندازه یک سر سوزن، به اندازه یک ذره، به اندازه یک مثقال اگر میراثی از خواهری، از دختری رو کسی پایمال میکنه، از زنی رو کسی پایمال میکنه و به زور میگیره و از ضعف و از ناتوانی اونها سوء استفاده میکنه، برای آنها عذاب و تحذیر شدیدی از جانب الله سبحانه و تعالی است. الله سبحانه و تعالی در آیه 9 و 10 سوره نساء خیلی شدید بیان میکنه: ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. کسانی که اموال یتیم ها، یعنی کسانی که پدرشون فوت میکنه، اموالشون میمونه، حالا این کسی که این اموال رو میخوره میتونه برادر باشه، میتونه عمو باشه، میتونه دایی باشه، میتونه کاکا ماما به اصطلاح افغانی باشه، یا هر کسی که باشه، یا از خویشاوندانشون باشه. میگه کسانی که اموال اینها رو میخورن و ظلم، اینها در حقیقت آتش میخورن، معده هایشان را، شکم هایشان را پر از آتش میکنن و روز قیامت هم در کجا جایگاه اینها؟ در سعیر. و سیصلون سعیرا، یکی از گرمترین و جایی که شدیدترین عذابها در جهنم در اونجا به ظالمین چشانده می شود که سعیر گفته می شود، آتش فروزان. جایگاه اونها اونجا است. واقعا دل آدم می سوزه. امروز یک برادری که حق خواهرش رو می خوره، یک عمو و دایی که حق خواهرزاده و برادرزادهش رو می خوره، تا کی تو زنده میمانی؟ 1 سال، 2 سال، 10 سال، 20 سال، آخر که میمیری. میتوانی این زمین و اینایی که دزدیدی، اینایی که به ظلم گرفتی با خودت ببری؟ به خدا قسم همه اینها آتش میشه در قبر و تا روز قیامت در این آتش میسوزی. و بعد از اینکه حساب و کتاب میشه در روز قیامت، در آتش فروزان جهنم تو رو در اونجا میسوزانن، عذاب میدهن. اگر به اندازه یک مثقالی، ذره‌ای رو از حق خواهر و برادرت رو یا خواهرزاده و برادرت رو میخوری، و مثقال ذره خیرا یره و مثقال ذره شرا یره. پس در این مورد هیچ کس نباید این مسائل رو ساده بگیره. حالا یکی رو مثلا بگی خب تو چرا حق خواهرتو نمیدی؟ میگه والا پدرم به من داده، پدرم که از پدرش گرفته تقسیم نکرده. اون که پدر از پدرش گرفته تقسیم نکرده، اون گناه جداگانه است که روز قیامت پاسخ خودشو میده. اما اینی که تو داری امروز مرتکب میشی، این گناه تو است، این در گردن تو است. والله اگر یک وجب از یک زمینی رو به ناحق بگیرید، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حدیثی که متفق علیه است، هیچ شکی هم در اون نیست، من اخذ شبرا من الارض ظلما، کسی که یک وجب از یک زمینی رو به ظلم بگیره، فانه یتوقه یوم القیامه من 7 ارضین،
الله سبحانه و تعالی همین یک وجب زمین رو از 7 طبقه زمین جدا میکنه، طوق گردنش میکنه. الان بدبخت بیچاره اگر الان یک گونی یک بوجی 10-20 کیلویی رو به گردنت بگذارن، گردنت میشکنه، 1 متر را نمیتونی ببری. 7 طبقه زمین رو الله متعال جدا میکنه، طوق گردنت میکنه، بعد میگه بگرد. و این طوق گردن تو بدبخت بیچاره به خاطر یک حق خواهر و خواهرزاده و یا برادرت در آتش جهنم جاودان میسوزی. و والله الله از حق خودش میگذره و اما از حق بندگانش نمیگذره. والله تا اون خواهر تو، تا اون خواهرزاده تو، برادرزاده تو رضایت نده با طیب خاطرش، از اون عذاب نجات پیدا نمی کنی. و این رضایت در این دنیا میسر است. در این دنیا یوم لا ینفع مال ولا بنون، یوم یفر المرء من اخیه و صاحبته و بنیه و امه و ابیه. همه فرار میکنن از هم دیگه. کسی به داد کسی نمیرسه. توقع نداشته باشه اونجا کسی میاد شما رو میبخشه. والله به اندازه یک سر سوزن کسی برای کسی چیزی رو نمیبخشه. هر کسی در غم جان خودش است. لکل امرئ یومئذ شأن. هر کس در غم جان خودش است. ای که امروز به خاطر 4 روز دنیا حق خواهرتو نمیدی، حق خویشاوندانت رو نمیدی، تا کی میخوای از این استفاده بکنی؟ والله بجز یک کفن 1 مشت از اون خاکم با خودت نمیتونی ببری. آیا میخوایی که یک وجب که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند یک وجب زمین، تویی که مثلا 1 هکتار را، 2 هکتار را، 1000 متر مربع رو، 500 متر مربع، 100 متر مربع رو مثل قند و قرود خوردی، با ظلم، با جبر امروز داری حق یتیمان و بیوه زنان و خویشاوندان تو میخوری. تو فکر میکنی نجات پیدا میکنی؟ همه اینها نه تنها همین قسمت زمین، 7 طبقه زمین اینو خداوند میبره، همینطور تو گردنت میگذاره. بعد میگه بگرد در داخل جهنم. در حدیث دیگری که امام بخاری این حدیث رو روایت میکنه، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند من اخذ من الارض شیئا بغیر حقه، کسی که یک چیزی، یک تکه از یک زمین رو به غیر حق بگیره، خسف به یوم القیامة الى 7 ارضین. الله سبحانه و تعالی در روز قیامت این شخص رو فرو میبره در این زمینی که، در این چیزی که از تکه از زمینی که به ناحق گرفته، تا 7 طبقه زمین. طاقتشو داری؟ تحملشو داری؟ والله 1 متر تو رو در زمین فرو ببرن، همه استخوانت، همه وجودت تیکه پاره میشه. 7 طبقه زمین خداوند تو رو فرو میبره به خاطر 4 روز دنیا. آیا این عذابها و این عقوبت الهی رو میخوای به جان خود بخری؟ والله روز قیامت این بهانه که والله پدرم تقسیم نکرده بود، والله من پدرم رو پرستاری کرده بودم، نمیکردی. به خاطر زمین کردی؟ نمیکردی. یک کسی میگه والله من پدرم رو تا آخرین لحظه زندگیش من نگرش داشتم، بهش غذا دادم، جا دادم، دارو درمانش رو کردم، پس امروز من زمین خانه پدرم مال من است. نه خیلی مال تو نیست. آنچه که کردی برای پدرت وظیفه تو است. و بالوالدین احسانا، اون قضیه جداست. تو فرزند خوبی بودی، این احسانی است که حق پدر و مادرت بوده کردی. اما این زمینی که امروز داری میخوری به ناحق، این حق خواهر و برادرانت است. تو حق نداری. حق مادرت است، مادرندرت است، حق خویشاوندان پدرت است. تو حق نداری که در این تصرف بکنی. آن حق جداست و این حق جداست.
اونجا برای پدرت خدمت کردی، برای مادر مریضت خدمت کردی، حقشون بود، این وظیفه تو بود. دلیل نمیشه که تو امروز بیای حق خواهر و برادر تو دیگر خشان پدرت رو بخوری. این کسی است که بدترین عقوبت و عذاب الهی گریبانگیر او خواهد شد. حق کسی را خوردن، ظلم به کسی کردن. و نباید هیچ کس در این زمینه سهلنگاری بکند. از خدا بترسید. حق خواهرانتان، برادرانتان، خویشانتان را نخورید. رسول الله صلی الله علیه و سلم در مسند احمد می‌فرمایند که کسی که مال مسلمانی را به غیر حق بخوره، روز قیامت با الله سبحانه و تعالی لقی الله عز وجل و هو علیه غضبان، الله سبحانه و تعالی رو در حالی ملاقات میکنه که خدا بر او غضب گرفته است. آیا در مقابل غضب الهی صبر و تحمل دارید؟ در حدیث دیگری که امام بخاری روایت میکنه که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که من اخذ اموال الناس یرید اداؤها عد الله عنه، کسی که مال کسی رو میگیره و میخواد که ادا بکنه، خداوند در ادای او کمک میکنه. و من اخذ اموال الناس یرید اتلافها اتلفه الله، کسی که اموال کسی رو میگیره، میراثش از حق خواهر و برادرش از میگیره و در نیتش این است که پس نده، برای خودش استفاده کنه، تلفش بکنه، از بینش ببره، خرچش بکنه، خداوند او رو تلف میکنه. والله خداوند به دردهای فرزندانش رو، عزیزانش رو گرفتار میکنه که ده ها مثل این زمین رو اگر خرچم بکنه علاجش رو پیدا نکنه. پس بترسید از آه کسی که به او ظلم میکنید، حقش رو میخورید، میراثش رو میخورید. میدانید از جمله کسانی که بین او و بین الله سبحانه و تعالی حجاب و پرده‌ای نیست، کسی است که به او ظلم شده باشد. بین آه مظلوم و الله سبحانه و تعالی هیچ پرده و حجابی نیست. نمی ترسید از این که گرفتار عذاب الهی بشوید؟ در سوره نساء آیه 29 و 30 بعد از آیات میراث الله سبحانه و تعالی میفرماید که یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ای کسانی که مؤمن هستید، ای مؤمنین، اموالتان را در بینتان به باطل نخورید. زمین حقت است، آنچه که حقت است از میراث بگیر و آنچه که حق تو نیست، حق خواهر و برادرت است، بده. چون اگر گرفتی، اگر خوردی، این باطل است. و الله متعال میگه که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، به باطل نخورید اموالتان رو در بین هم دیگر. تلک حدود الله، این حد و مرزی است که الله سبحانه و تعالی تعیین کرده است. کسی که و من یطع الله و رسوله یدخله جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و ذلک الفوز العظیم، کسی که اطاعت الله و رسول میکنه، الله و رسول اون رو وارد بهشتی میکنه که نهرها در او جاری است. این پیروزی بزرگ است. اما و من یعص الله و رسوله و یتعد حدوده یدخله نارا خالدا فیها و له عذاب مهین، کسی که نافرمانی الله و رسولش رو میکنه، الله میگه حق میراث رو بده، تو نمیدی، رسول میگه که حق میراث رو بده، تو نمیدی، این نافرمانی الله و رسول نیست. میگه که کسی که نافرمانی الله و رسول و تعدی میکنه، یعنی تجاوز میکنه به حقوق دیگران، الله متعال او رو در آتش جهنم سوزان وارد میکنه، خالدن فیها، جاویدان در آنجا میمانه، و له عذاب مهین، و برو عذابی است که او را خوار و ذلیل میکنه در اونجا. پس بترسید از الله سبحانه و تعالی و ظلم نکنید. و كذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه علیم شدید.
وقتی که الله سبحانه و تعالی میگیره در عذابش قومی رو که ظلم کردن، چنان میگیره که دردناک و شدید خواهد بود. از این اخطار الله سبحانه و تعالی نمیترسید؟ یک گرد ذره از خاک میراث خواهر و برادرتان شما را گرفتار این عقوبت و عذاب الهی میتواند بکند که هیچ نجاتی نخواهید داشت. و در اینجا خیلی کوتاه به شکل نقاط بیان میکنم. بعضی حق زن رو نمیدن، حق خواهرشون رو نمیدن، فکر میکنن که اگر ما حق اونها رو بدیم خویشاوندان زن اونها میان، مثلا حق خواهر رو نمیدن، میگن که اگر ما بدیم شوهرش میاد میخوره، حقش هست، خدا کنه شوهرش بخوره، خدا کنه که به رضایت هر کی میخواد بخوره، به تو چه؟ تو حق خواهرتو بده. کسی شرط بگذاره که والا من حق خواهرمو میدم اما شوهرش حق نداره فلان و علان بکنه، به تو چه؟ این حقش هست، تو حقش رو بده، هر کاری که میخواد باش بکنه، مالش هست، اختیارش هست، هر کاری که دوست داره باید انجام بده، به تو اصلا مربوط نمیشه. خدا کنه که فردا همش رو ببره آتیش بزنه. بعضیا تأخیر میکنن، خاصتاً پدر و مادرها. امروز فردا بابا جان، پدر و مادری که به سن پیری رسیدی، در همین زندگی تقسیم بکن، حق فرزندانت رو بده، این باب فتنه رو ببند. فردا از دنیا میری، همین فرزندانت به جان هم دیگه میفتن. به خدا قسم کسانی بودن که به خاطر میراث کشتن هم دیگه رو. چه فتنه ها، چه فساد هایی که بین خانواده به خاطر میراث رخ داده. پس امروز که سالم هستی، عقل داری، شعور داری، زنده هستی، تقسیم کن، بده بره. بگذار حق. تو غیر از کفن چیزی رو با خودت نمیتونی ببری. این باب فتنه رو ببند، هر کی رو حقش رو بده بره، تمام. والله بعد از مرگت میگن که خدا لعنتت کنه پدر و مادر که تو ما رو در این فتنه و فساد انداختی، یا حق ما رو ندادی، یا اون دخترت که فردا حقشو کسی نمیده، والله لعنتت میکنه. در وقتی که تو نیاز به دعا، نیاز به یک ذکر و استغفار داری که برای تو خیر و ثوابی برسانن، اینها تو رو لعنت میکنن، به خاطر اینکه این طمع و جشع مال دنیا سبب شده که تو در زندگی تقسیم نکنی. پایت لبه گور رسیده، تقسیم کن، بده بره، هم خودت راحت بکنم دیگران رو. و این یکی از عادتهای زشت است. یکی از عادات و تقالیدی که متاسفانه در بین بعضی جامعه است، مثلا در افغانستان بعضی از قبایل، بعضی از مناطق به زن حق نمیدن. این دقیقاً عادات و تقالید جاهلیتی است که قبل از اسلام بوده و رسول الله صلی الله علیه وسلم با او مبارزه کردن. یا در بعضی از جوامع، مثلا در تاجیکستان، کس به دختر حق نمیده. حق مال فرزند کوچکی است که پدر و مادر در خانه او زندگی کردن. این حق نیست. این قانون و تقلید جاهلیت است. اگر مسلمانی، اگر پیرو قرآنی، اگر پیرو پیامبری، پس از الله و رسول پیروی کن. این عادات و تقالید جاهلیت رو بگذارید کنار. یک نکته خیلی مهم، چون به پایان برنامه رسیدیم، نمازت، روزت، ذکرت، تلاوت قرآنت، همه عباداتت در آن خانه‌ای که در او حق خواهرت باشه، برادرت باشه، قوم و خویش پدرت باشه که تو به ناحق در اونجا زندگی میکنی، قبول نیست. یعنی خودتو داری اذیت میکنی. نماز میخوانی، هیچ ثوابی نمیبری. روزه میگیری، هیچ ثوابی نمیبری. حج میکنی، هیچ ثوابی نمیبری. ذکر میکنی، هیچ ثوابی نمیبری. یک انسان عاقل این کار رو میکنه؟ این زمینی که تو در رو نماز میخوانی اگر زمین غصب باشد، مال کسی دیگر باشد، با رضایت نداشته باشد، عبادات تو در اونجا قبول نمیشود. بعضی چی میگن؟ والا ما به این زن بدیم، این زن نمیتونه اینو، حسن تصرف نداره، نمیتونه که این رو به اصطلاح نگهداری بکنه یا
تصرف بکنه در این. به تو چه؟ سننه، حقش از بهش بده، خدا کنه که هر کاری میخواد باش بکنه. تو که وکیلش نیستی. تو فردا روز قیامت پیش خدا بگی والله من فکر میکردم که اگر حق خواهرم و یا مثلا زن پدرم و یا که مادرندرم و یا فلان رو میدادم، شاید این زن نمیتونست که به درستی تصرف بکنه در این میراث. به تو چه؟ خدا میگه به تو چه؟ تو حقشو باید میدادی. و این خیلی خیلی مسئله زشتی است که انجام میدن. پس از برای خدا و به خاطر خدا حق میراث خواهرانتان، برادرانتان و بازماندگان خودتان و پدرانتان را نخورید تا گرفتار این عذاب الهی نگردید.